یعنی خدا شاهده نشده بود من یه رسیپی ببینم اونو درست کنم و حتی برای اولین بارم به بهترین شکل ممکن درست نشه. حالا فقط این ویدیو رو تا آخر نگاه کن ببین چند تا سوتی میدم. بالاخره پنیر رو ریختیم تو شکر یا شکر رو ریختیم تو پنیر. اینجا منتظر آقا پیمانم که فیلم بگیره. بله. بعد اینجا داریم با ویسک اینو هم میزنیم که خدا رو شکر ویسک همه این پرهاش به هم میچسبید و خلاصه با پررویی تمام همینجوری هم زدم گذاشتمش کنار که این دونه‌های شکر هم باز شه. حالا شما شاهکار بعدی رو ببین. من همیشه شیر رو یه کوچولو میریزم تو پاکت خامه تکونش میدم این هلفتی میپره بیرون. حالا شما فقط کارو بگیر. یعنی این خامه مگه میومد بیرون؟ کوبیدم تو در دیوار بالا پایین چپ راست عین جیگر زلیخا لکه اومد بیرون. سوتی بعدی این بود که آقا پیمان ریکورد رو نزده بود. بنده اینجا آرد 3-0 رو ریخته بودم و نگرفته بود. حالا اشکال نداره. الان نشاست ذرت رو ریختم بعدش نمک رو ریختم. شروع کردم با همزن یه ذره زدن بعدش هم دورگیری کردم. اینجا هم که پنیر و شکر که گذاشته بودیم کنار رو اضافه کردم به ظرفمون. یه ملاتی بهتون میده در حد سیمان سفت به سختی همش میزنی. خمرقا هم که باید دونه دونه اضافه کنیم هر یه دونش رو 30 ثانیه بزنین و بنده یادم رفت که باید این کارو بکنم. اشکال نداره دوتاشو یه جا زدیم و شروع کردیم هم زدن. شد این مرحله بدون سوتی انجام شد. یه دونه زرد خالی اضافه کردم بدون سفید رو هم زدم دورگیری کردم بعدش هم وانیل رو ریختم. آخ این قسمت برام جذاب ترین بود بعد این همه حرص که خوردم. خلاص این کاغذ روغنی ها رو مچاله میکنیم خلاص هم دیگه میذاریم تو قالب به صورتی که لبه قالب خالی نباشه. که داریم مواد رو میریزی و مراقبی که کاسه نیفته که داشت میافتاد. برگه سیخ چوبی میکنین داخلش هوای داخلش رو میگیر تو میذاری داخل سولادان فر هرچی که داری. گل فقط شما این دمایی که دارید تصویر میبینی رو کاملا از ذهنت حذف کن چون بعد این همه انتظار و سختی کاملا میسوزه. کامل بهترین کاری که در حقش کردم گذاشتم سرد شد سوختش رو برداشتم و گذاشتم گریل شد.